gülüm, beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ölüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksan hazırım, tutsam uçarım, öpsen ölürüm, ölürüm. Yokluğundan gayrı bana nesin ölüm, yokluğundan gayrı bana nesin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. خسته نباشی برادر. سلامت باشی. هنوز ازدواج نکردی شروع کردی اضافه کاری؟ فردا پس فردا بچه دار شدی میخوای چی کار کنی؟ از خدا نباید ناامید شد برادر. باور کردیم همه چی خوب میشه. داریم پیش میریم. ای کار کن آخه تو کجا؟ باید یه موش صحرایی چیزی پیدا کنیم راحت بشیم از این مخمسه. تو مثل داداش حسن دنبال گنجی چیزی نباشی. نه بابا، گنج کجا بوده؟ کی گم کرده که ما پیداش کنیم؟ حالا که آنتراک دادی برم یه چایی بخورم. قراره تا صبح کار کنم. آره برو محمد، 3 تا بخور. خب قرارتون چطور بود؟ خوب نبود، چون که نرمین نیومد. تو از کجا میدونی ما قرار داشتیم؟ آقای اندر، من که بهتون گفته بودم نرمین دوست صمیمی منه. ببین موگه، من از نرمین خیلی خوشم میاد. شاید فکر میکنه من دارم هوس بازی میکنم، اما اگه بشه باهاش حرف زد بهش میگم. نرمین دختر سرسختیه، نمیدونم قبول میکنه یا نه. ببین موگه، تو ما رو با هم روبرو کن، بعدش هر خواسته ای داشتی با من. تو اونا رو کجا گذاشتی؟ کجا؟ تو کمده داداش، برم کن. نه داداش، این کارو نکن داداش، نکن. اونجا چه خبره؟ بایستی نوازی ها فرار کن.
ولی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ برین اونور. اولین نفر تو رفتی تو معد حادثه؟ بله قربان. صدا رو که شنیدم دویدم این طرف. رئیس کاری هست که ما بتونیم براتون انجام بدیم؟ کتینگور مسئول شیفت شب. با اون همه ایمنی بازم حادثه خبر نمیکنه برادر. داداش ولی مثل یه حادثه نبود. چی؟ حادثه نبود؟ منظور چی حادثه نبود؟ ما با هم کار میکردیم. گفتم برم یه چایی بخورم. اومدم دیدم ولی سر جاش نیست. بعدش هم که از این طرف صدای داد و فریاد شنیدم. ولی بود. خودم رو سریع رسوندم. بعدش هم که دیدم افتاده رو زمین. باشه محمد جان، تو آروم باش. به هر حال سخته. همکارش که اینطوری شده یه خورده شوک زده شده دیگه. یه خورده پیچیده است. ببینین کس دیگه هم دیده یا نه. بعدن شهودو میخوایم. باید ثابتش کنیم. تا 2-3 روز دادستان شاهدا رو صدا میزنه. تا اونجایی که تو گفتی وضعیت مشکوکه. داستان پسر پولدار و دختر فقیر رو مسخره میکردیم، حالا خودمون شدیم یه فیلم قدیمی. خدا رحمتش کنه. داداش من که سر در نیاوردم. محمد جان، تو گفتی حادثه نیست، پلیس هم ذهنش مشغول شد. گیریم که درست میگی و ولی و کشته باشن، اما چی کار میشه کرد؟ تو که به پلیس اینطوری گزارش بدی سر هممون به باده. چیزی که دیدم و گفتم اوستا. ببین محمد، اینو بین خودمون حل میکنیم. اصراری هم نداشته باش به پلیس بگی اون کشته شده. این درسته، اما امروز سر ولی به باد میره، فردا نوبت ماست. حرومزاده هایی که کشتنشو باید پیدا کنیم. پسرم مسئله رو همینجا حلش میکنیم. حالا اینا میخوان بگن اینجا امنیت نداره، کشتی سازی رو میبندن، اون وقت از کار و زندگی میافتیم. یه نگاهی میندازیم، اگه چیزی بود همه با هم همینجا پیشو میگیریم. من میفهمم اما به حرف داداشت گوش کن. برو یه خورده استراحت کن، میتونی فردارم نیای. باشه هرچی شما بگین. با اجازه. کجا در میری؟ شیطونا عکسم انداختن. وای خدا نرمی. صبح بخیر مامان. صبح بخیر پسرم، بیدار شدی؟ حالا نشونشون میدم. خدا حافظ. پسرم بیا یکی 2 لقمه بخور. کجا میری؟ دیرم شده مامان. دخترم حداقل تو بخور.
بابا هر قدمش 2 متر ها. داداش صبر کن. دیرم شده، نرمین منتظره. محمد فکر کردم نمیای دیگه، داشتم میرفتم. مگه میشه نیام؟ اگه نبینمت چطوری روزمو سر کنم؟ محمد خیلی دلم برات تنگ شده. صبر کن گلم، تازه روز اوله. اونطوری نگو دیگه، دلم نمیخواد یه روزم ازت دور باشم. خب اضافه کاری چطور بود؟ محمد از چیزی ناراحتی؟ نه، چون از دیروز صبح ندیدمت به خاطر اونه. وای پادشاه بیا. چه خبرها؟ خبره که دست توه. چطور شد رفیق؟ تعریف کن. چی بگم بابا، حادثه داستانه. جلوی چشمام طرفو کشتن. خب آره داداش، ولی فقط تو میگی کشتنش. غیر از تو همه گفتن سانحه بوده. ای داده بیداد، با چشای خودم دیدم. داداش اگه همین اتفاق واسه ما هم بیفته معلومه صداشو در نمیارم. من به بقیه کاری ندارم. به پلیس هرچی گفتم به دادستانم همونو میگم. احضاریه هم اومده اینهاش. دارم میگم طرف منو دیده، به پلیس هم گفته که دیده. تا به دادستان نگفته باید جلوشو بگیریم. خیلی خب داداش، الان اوضاع قراش میشه. بیام یه خود صبر کنه. چی میگی بابا؟ چه صبری؟ بعد اینکه گزارش داده چه دردی میخوره ها؟ به چه دردی؟ خوب نگاهشون کن. چون فقط باید تو رویات به اینا برسی دختر جون. عموگه سر به سرم نذار، خواهش میکنم. خیلی خستم. امروزم که تموم نمیشه. ببین یه پیشنهادی دارم. بریم یه چایی بخوریم. خیلی حوصلم سر رفته. تو برو، من خیلی بیحالم، حوصله‌ام ندارم. دست بردار دختر، بلند شو. میریم حال و هواتم عوض میشه. خیلی حوصلم سر رفته، بلند شو دیگه. محمدم که شبکاره، چی میگی؟ باشه بریم، ولی قول بده زیاد طولش ندی. خب نرمین، باید صبر داشته باشیم نرمین. مطمئنم که میتونیم زندگیمونو با هم بسازیم. محمد من دیشب بهت جدی گفتم، خیلی اتفاق افتاده. الان فکرت پریشونه. برو امشب و استراحت کن. باشه اوسا، حالا ببینم. بیا بریم اینجا. تو هتل بریم چایی بخوریم؟ اینجا یه عالم کافه هست. کافه رو ول کن دختر. میریم به پل نگاه میکنیم و یه چایی میخوریم. چطوره؟ واسه یه چایی باید کلی پول بدیم. ول کن بابا. نه دختر، قیمتشون یکیه. منظرش هم حرف نداره. باشه. اوسا من میمونم. باشه محمد.
بشینیم اونجا. احمد، من برم ببینم آهنا رسیده یا نه. تو جوشکاری کن. بگیرش. چطوره؟ قشنگه نه؟ آره واقعا خیلی قشنگه. خوب شد اومدی. من که بهت گفتم تا با منی در یمنی. بگم چای بیاره؟ ببخشید آقا. بله خانم. لطفاً 2 تا چای بیاری. الان میارم. ببین نمیخواستی بیای، حالا بد شد. خیلی خوب شد که اومدیم. همه خستگیم در رفت. اونجا رو به پشت سرت نگاه نکن. چرا؟ خدا لعنتت کنه. تو شهر به این بزرگی اومدیم اینجا بازم با این رو در رو شدیم. سلام دخترا. چه تصادفی؟ موگه من میرم. دختر یه دقیقه صبر کن، نباید بری، بی‌ادبیه. خانما اگه وقت داشته باشین با هم یه چیزی بخوریم. موافقین؟ البته. وقت نداریم. موگه ساعت چنده؟ من چه میدونم ساعت چنده. زندگی خیلی عجیبه مگه نه؟ دیروز طرف اینجا کار میکرد، امروز نیست، مرد. خدا رحمتش کنه. تو از مردن نمیترسی؟ نه اوزا، ترسیدن تأثیری تو اجل نداره. چرا ازش بترسم؟ پس از چی میترسی؟ بالاخره هر کی از یه چیزی میترسه دیگه. من یه معشوقه دارم که ترس از دست دادنشو دارم. نرمین، چرا همش از من فرار میکنی؟ معلوم از چی فرار میکنم؟ همش دنبالمی. ولم کن دیگه. تو داری اشتباه میکنی. چیو اشتباه میکنم؟ هر روز با یه دختر عکس تو مجله ها چاپ میشه. من از اون دختره که فکر میکنی نیستم. میفهمی؟ من واسه همین اینجام. تو با اونا خیلی فرق داری. اونا دنبال پول و فامیلی من، اما تو اونطوری نیستی. تو فرق داری، باور کن. من قبلا کسی مثل تو رو ندیدم. تو چی داری میگی؟ من یکی رو دوست دارم. مهم نیست. میشه یه دختر رو 2 نفر دوست داشته باشن. کافیه که یکی بیشتر دوستش داشته باشه. نرمین، اونم منم. باورم کن. من
یا چیزی که دیدی و فراموش میکنی یا زندگی تو؟ سگ کی هستی نوازیا؟ ببین منو جوون، عاقل باش. بی اجازه وارد باغ شدی. شهادتت هم نه به دادستان که به اسرائیل میگی. اگه فکر کردی من از چیزی میترسم کور خوندی. چی کار داری میکنی؟ ها؟ اینجا چه خبر شده؟ محمد چی کار میکنی؟ بهت گفتم نکن. نمیارزه محمد. چیزی که بهم گفتی فراموش نکن. گفتی یکی رو دوست داری. راه زنین شما ها؟ مگه اینجا سر کوهه؟ سر کار دعوا میکنین؟ برین گم چی به این دادین که پس نگرفتین؟ زود باشین برین دفترم. برین منم میام. ای عوضی پس کارت بی جواب نمیمونه. گمشا بگو برو ببینم. خیلی خوب داداش محمد، بریم ببینیم اینا چه مشکلی باید دارن. بریم ببینیم. من میدونم مشکلشون چیه اوسا. ولی و این عوضیا کشتن. فکر کردن که اگه منو بترسونن من جلوی دادستان شهادت نمیدم، اما کور خوندن. بی شرفا. باشه محمد، میفهمم. تو آروم باش، اما نمیتونی تنهایی حلش بکنی. تا وقتی من اینجام هیچ کس نمیتونه کاری باهات داشته باشه. بسپرش به من، حلش میکنم. ممنونم اوسا، اما تو هم نباشی نمیتونن کاری بکنن. خدا رو شکر من کسی نیستم که از این سگا بترسم و به دادستان چیزی نگم. هر چند تا هم که باشن جوابشونو میدم. باشه کسی به تو نگفت ترسویی پسرم. آروم باش. الکی قهرمان بازی در نیار که دردسر میشه. لازمم نیست ریسک کنی. بیا بریم شیرمرد. بریم. از این آدم چی میخوای نوازیا؟ به ما توهین کرد. حالا میبینه. این کار اینجا تموم نشده. دهنتو ببند. این کار پس تموم نشده ها؟ ادامه هم داره ها؟ سر کار میخواین دعوا کنی؟ آره؟ من با تو چی کار کنم مرتی که؟ خجالت نمیکشی؟ مسائل تو جمع کن، سریع از اینجا برو. نبینم حتی از نزدیک کارخونه رد بشین. زود گورتون رو گم کنین. اوستا خبری نیست. هر سه تون اخراجین. زود بشین گم شین. زود گورتو گم کن، از اینجا برو. باشه محمد آروم باش. برادر تکین کارشو کرد، اونا رو اخراجشون کرد. با اخراجشون که کاری حل میشه. اینا مجرمن، ولی اینا کشتن. لازم نیست با سگ و شغال درگیر بشی محمد. اگه قاتلن بذار پلیس حلش کنه. ما چرا درگیر بشیم؟ مگه ما پلیسیم؟ اینجا محل کاره، کارمونو انجام میدیم. مسئله اینه که اونا ولی کشتن. اوستا میفهمی؟ بالاخره که من جلوی دادستان شهادت میدم. نرمین ببین منو، تو اگه یکی دیگر رو هم دوست داشته باشی من باز ازت نمیگذرم. باورم نمیکنی آره؟ بعدم میبینی چقدر جدیم. شبتون بخیر آقای اندر. شب بخیر. چی شده بابا؟ هولکی ما رو کشیدی از اینجا بیرون. این کار بدجوری جدی شده. این شغل اول ولیو کشتن، بعدش هم اومدن سراغ من. یه دیگه صبر کن، یه ثانیه به خودت. میگم تو آدمی هستی که واسه یه لقمه نون روز شب نمیشناسی.
بازرس پلیس که نیستی. بالاخره حقیقت رو میشه. به ما چه سرورم؟ واسه گفتن حقیقت مگه باید قاضی یا بازرس باشی؟ اونا یه آدم بیگناهو کشتن، بچه هاش، خونواده‌اش. ای داد و بیداد، بازم رگ آرنولدیش گرفت. خیلی سخت شده رمزی. استانبول دیگه نه هواش هواست نه آبش آبه. آره همینطوره. ما همه چیز آماده کردیم، برمیگردیم شهرمون. فقط پول اسباب کشی مونده. کامیونی چیزی میگیریم، بار میزنیم و میریم. خونه رو چیکار میکنین؟ میفروشینش؟ نه نمیفروشیمش، اجاره میدیم. جدی میگی؟ یه مستاجر خوب سراغ دارم، از نزدیک میشناسمش. والا خیلی خوب میشه. مستاجر خوب سخت پیدا میشه. خب کی هست؟ محمد؟ کدوم محمد؟ پسر من محمد داره ازدواج میکنه. دنبال خونه مناسبیم براش. البته اگه مناسب بدونی محمد. مبارکشون باشه. خونه من خونه تو هم به حساب میاد جلال. بزرگواری. فکر کرایه‌ش هم نباش. نه نشد. اینطوری کنار نمیایم. کرایه خونه پولش هر چی باشه. مشکلی نداره جلال جون. این همه سال همکاریم، دوستیم. وقتی لازم بود به دیوار تکیه کنیم به تو تکیه کردیم. اون وقت تو از کرایه حرف میزنی؟ اون جداست. اینطوری که نمیشه. تو بگو ببینم پول اجارش چقدره؟ چند ماهشه پیش میخوای؟ چه پول پیشی؟ از چی حرف میزنی؟ چیزی که احتیاج دارم پول جابجاییه. ما خونه جابجا میکنیم، بچه‌ها خونه رو میچینن. ایول رمزی، مرسی، زنده باشی. انشالله باشه فردا صبح. خب بریم یه چای دیگه بخوریم با هم. تو برو، منم میام. باید به نرمین زنگ بزنم. باشه. بیا آبجی. الو، سلام عزیزم. زنگ زدم جواب ندادی. بعدش هم تو زنگ زده بودی. نشنیدم. نگران شدم. حالت خوبه؟ خب راستش من تو اتوبوس بودم، تلفنم هم توی کیفم بود، نشنیدم. من بهت زنگ زدم ولی خب تو. منم الان دیدم. قهوه خونم. مراقب خودت باش. خداحافظ. نرمین، این آهو کشیدن دیگه چیه؟ چیزی شده؟ چرا تعریف نمی کنی؟ آبجی من دارم چی کار میکنم؟ بازم با محمد مشکل داری آره؟ نه خدا رو شکر راجع به محمد نیست، یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه؟ چیه پس؟ یه نفر آویزونم شده، آرایشگاه میره و میاد، همش دنبالمه. یعنی چی همش دنبالت دختر؟ آدم پولداریه، هر روز تو روزنامه ها و مجله هاست. یه بارم با هم قرار گذاشت. چی؟ رفتی دیدیش طرفو؟ نه زورکی قبول کردم. گفت اگه نرم آبرو ریزی را میندازه. مجبور شدم واسه اینکه کارمو از دست ندم این کارو کردم، اما نرفتم. یعنی رفتم ولی خب ندیدمش. پشیمون شدم. به محمدم چیزی گفتی؟ دیوونه یابجی، چطوری بهش میگفتم؟ ببینمت، نکنه برای اینکه پول داره فکرتو مشغول کرده. ای بابا، آخه این چه حرفیه میزنی؟ نمیدونی محمدو چقدر دوست دارم؟ تا محمد هست مگه میشه؟ مگه تو واسه پول با شوهر عروسی کردی؟ میدونی که اینطوری نیست، اما آدم زندگیشو که نگاه میکنه. تو چی میخوای بگی ملک؟ میگم اگه یکم دستمون به پول میرسید. زندگی سخت عزیزم، بچه‌م که میاد وسط. نکنه پشیمونی از این که عروسی کردی؟ نه جونم، از بی پولی نمیتونم شوهرم رو ببینم. از خونه که میره بیرون یه ماه دیگهش برمیگرده. محمدم ازدواج نکرده، شبکاری رو شروع کرده. بی پولی بد دردیه، همه چی رو نابود میکنه، همه چی شده پول. اما نه آبجی، من مثل تو صبور نیستم، گشنه میمونم، ولی محمد باید پیشم باشه. بفرمایید قربان.
محمد کسوالی. اهل کسوالی هستی؟ از طرف پدری. پدر بزرگم اونجایی بود. سرزمین سلطان مراداره؟ فرزند فاتحان. به پلیس هم که همین گزارشو دادی؟ البته قربان. غیر از تو کسی اینطور شهادت نداده. از محل کار 4 نفر به پلیس تلفن کردن که سانحه کاری بوده. من نمیدونم چرا اینطوری شهادت دادن. عجیبه، چون حادثه رو من دیدم. اولین نفری که اونجا رسید من بودم. میفهمم. بعد از اینکه حسابی تحقیق کردم حکم سنگینی صادر میکنم. البته همچنان به تحقیقمون ادامه میدیم. ضمناً اگه چیزی که کمکی به این پرونده بکنه فهمیدی؟ واسه اینکه این نامرد و گیر بیفتن هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. تبریک میگم. کار درستی میکنی. ای کاش همه جوونا مثل تو بودن. اون وقت به عدالت کمک میشد. اون وقت وضعیت فرق میکرد. با اجازتون. دارم بهت میگم. ببین یه نفر رو میشناسم یه جایی یه کاری کرد که تو 3 روز 3 میلیون دلار به جیبش زد. باورت میشه؟ اوه پس تو چند تاش ایده جالبی داشتی. بهترین ایده حال حاضر تو دسته این شخصیه که روبرود وایستاده. نخواب پسرم. چی هست حالا؟ اگه 5 به 1 ندن من این کار رو ول میکنم. 5 به 1 چی داری میگی تیمی؟ تو به داداشت اعتماد کن. ببین تو این مدت ما دیگه گرگ بازار شدیم. خدا رحمتش کن. ممنون پسرم، ممنونم. بهتون تسلیت میگم. سرتون سلامت باشه. من از دوستای کارخونه‌شم. خدا بیامرز خیلی با هم رفیق بودیم. بچه های داداش ولی هنوه؟ بله با 2 تا یتیم تک و تنها موندم. خدا صبرتون. آدم مثل پرنده میمونه. امروز هست فردا نیست. نگاه میکنی یهو پریده رفته. کی چقدر عمر میکنه معلوم نیست. من دیگه دارم از اینجا خلاص میشم آقا جون. دارم یه کارایی میکنم. البته اگه مشکلی پیش نیاد حلش میکنیم تموم میشه. میره پی کارش. عمرش اونقدر بود کفاف نداد. با 2 تا یتیم تک و تنها. غیر از شما هم کسی نیومده از کشتی سازی. کوشن کجان؟ انگار نه انگار که صمیمی بودن. اون مراد یا بقیه. پس کوشن کجان؟ گفتین مراد؟ آره مراد. همون قد بلنده که سبز از پیشونیشم بلنده؟ همونه؟ آره همونه. این اواخر همش با هم بودن. وایسین! هر وقت چیزی لازم داشتین از کارخونه پیدام کنین. اسم من مهمته. هر کاری میخوای بکن، فقط منو با نرمی روبرو کن باشه؟ والا نمیدونم آقای اندر. این دفعه خیلی سخت میشه. هر کاری بتونم انجام میدم اما آها حالا یادم اومد. این مال توه. خیلی ممنون. نیازی به این کار نبود. بگیرش لطفاً. این که چیز مهمی نیست. تو کارو ما رو حل کن، اون وقت خیلی بیشتر از اینا رو به دست میاری. مطمئن باش من اینو بهت قول میدم. باشه آقای اندر، نگران نباشین. یه راهی پیدا میکنم.
خانما یه لحظه به من گوش بدین. کسی هست که بخواد بره به یه پارتی؟ پس نمیخوایم بریم. یه مهمونی شاهانه‌ای که رئیس مجانی گرفته رو دارین از دست میدین. باشه، حالا که اینطوره منم این دعوتنامه ها رو به کسای دیگه میدم. خیلی خوب، خیلی آروم باشید. آروم‌تر. این برای خانم نرمین. خیلی خوب بچه ها، لطفا شلوغ نکنید. همتون دعوتین به این مهمونی. اون یکی دستتونو بدین لطفا. آرومتر. بیا این برای تو. اگه کنکور قبول نشم منو میفرستن خارج. خانواده منم همینو میگن. شاید رفتیم توی یه مدرسه، نه؟ نه بابا، من خفه میشم تو خارج. تعطیلاتم که میریم بیشتر از 15 روز نمیتونم بمونم. خسته کننده است. ببین چی میگم، فردا شب یه پارتی زمستونی هست، دوتایی بریم، یه خورده خوش میگذرونیم. گفتی فردا؟ نمیدونم که. من این چیزا سرم نمیشه. میای چند دفعه دعوتت کردم نیومدی، این دفعه بهانه نیار. باشه. باید امروز اینا رو تموم کنیم. بجام دیگه. خیلی خوب. یالا. خوش اومدین فیلیز خانم، مفتخرمون کردین. سلام آقای نایل، حالتون چطور؟ خیلی متشکرم. آخرین پروژه ساخت کشتی رو شروع کردیم. اگه مایل باشین بهتون نشون میدم. حتما. بفرمایید. بعد اون رو نگاه میکنی. بابا اونجا رو ببین. فیلیز کاروانجی اغلو، دختر آقا صفاست. تشریف بیارید این ور. همونطور که گفتم بهترین مهندسامون رو واسه این پروژه انتخاب کردیم. ای بابا بخوای منم بسوزونی؟ حواست رو جمع کن. خیلی بزرگیه. خسته نباشید. سلامت باشید. سلامت باشید. از این ور تشریف بیارید خانم. الان میریم و مهندسا رو بهتون نشون میدم. اونا دارن روی این پروژه کار میکنن. دختر خوشگلی یا نه؟ با اون همه ثروتش خاکی متواضع هم هستش. البته به نظر من هر کی جای این بود نمیشد از هوایی که نفس میکشه نفس کشید. اگه خیلی چشتو گرفته بریم خواستگاری. ای داده بیدار، سر به سرم نذار تو دیگه. گفتم خاکی اما نه تا این حد دیگه. اینجور دخترها تو خواب ما هم نمیان سر برن. چرا داداش؟ مگه تو آدم نیستی؟ با اونی که قرار دختره رو بگیره چه فرقی داری؟ ای خدایا، تو هم ما رو گرفتی؟ راستی این داستان شهادت دادن چی بود؟ چی میخواستی بشه؟ رفتم جلوی دادستان شهادت دادم. محمد دیر اومد، پرسیدم گفتن رفته دادستانی شهادت بده. باشه یه کاریش میکنه. صبح بخیر پدرها. گادفادر. مغزه نریز، کجا بودی ها؟ اینجا هستم و در خدمت شما. از صبح تا حالا پایین منتظر تو هستم. $100,000 قفل شده. مهر رو دادیم ولی کسی نیست که بره دنبال کارش. زود برو حلش کن. 100,000. خوبه. تا گفتی قفل شده فکر کردم حتما خیلی زیاده. فکر کردم خیلی زیاده. طرف رو ببین. $100,000 رو نمیپسندی؟ منو ببین پسر. تا حالا یک قرونم پول با دستای خودت در آوردی یا نه؟ باشه بابا، حلش میکنیم. آدم شو، برو یه بیلم تو بزن بعد بیا جلوی من اینطوری صحبت کن. به جاش بیلم میزنم، جاش برسه ساختمونم میسازیم بابا، قصه نخور. میبینیم حالا. آره چا یه بیلم تو بزن، یه بیلم من. آره
وقتی 5-1 ببرم اون وقت میبینی. شفکی بفرمایید قربان. شفکی من سریع 500,000 تا لازم دارم. 500,000 دلار؟ نقد. عذر میخوام ازتون سوال میکنم ولی میخواستم بدونم که برای چی میخواین. البته از دستم ناراحت نباشین، من فقط برای اینکه باید وارد حسابا بکنم ازتون سوال میکنم. آها، همه چیزو باید بدونی. آره خب 5 شنبه تولد بابامه. تو فکر اینم که سورپریزش کنم. میخوام یه کشتی چیزی واسش بخرم. فقط بابام ازش خبردار نشه. حله؟ آها. محمد 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 نرمین نرمین چه شده؟ دره ای پدر سوخه. گل من از این طرفا؟ چی کار کنم؟ دلم برات تنگ شده بود، نمیتونستم دوریتو تحمل کنم. اینجا خیلی شلوغه، بیا بریم تو. باشه. مواظب باش. چه سورپرایز خوبی کردی. اینم بذار سرت، اینجا خطرناکه. صبر کن اینم بندازم زیرت، یکم اینجا سرده. اون پاکت چیه؟ فراموش کردم، خریدم، گفتم شاید گشنت باشه. شاید. از گشنگی دارم میمیرم. مرسی عزیزم. اوستا این جریان داره بیخ پیدا میکنه. یه راست داره میاد سراغ ما. طرف از هیچ کی ترسی نداره. بچه ها این همه تهدیدش کردن، انگار که نه انگار. نه ترس، میشه. شهادتش هم عوض میکنه، تموم میشه، میره پی کارش. میشه، ولی طرف از مردنم نمیترسه. هر کی از یه چیزی میترسه. ممکنه نترسه جونشو از دست بده، اما یه چیزی هست که نخواد از دستش بده. فقط میترسه اونو از دست بده. اینطوری میگفت. میفهمی که مگه نه؟ چقدر بهت میاد؟ عزیزم خیلی خسته میشی. شیفت شب خستت میکنه. خونمونو که گرفتیم خستگیم در میره، بعدش هم دیگه نمیام. ایشالله زود پیدا میکنی، تو هم دیگه راحت میشی. عزیزم الان دلم میخواد. گلم اینجا از این کارا نکن. صبر کن گلم، صبر. خب دیگه من برم، الان شیفتت شروع میشه، دیرت میشه. باشه، من تا مینیبوس راهیت میکنم، بعدش هم میام سر کار. محمد مگه من بچم؟ نگران نباش، خودم سوار میشم و میرم. روز روشن چیزیم نمیشه، خیالت راحت، کسی منو نمیدزده. میخواستم 2 دقیقه بیشتر ببینم تو. باشه برم. امیدوارم شما رو بازم اینجا ببینیم خانم. ممنونم. مراقب خودت باش. من برم.
خیلی دوست دارم. منم دوست دارم عزیزم. ماشینتون رو گذاشتم اون پشت خانم. بفرمایید.